که با وجود داشتن شوهرش شوهر دوم گرفته. شوهرش این از یونان روان میکنه با 2 تا از بچه‌هاش با آلمان که تو برو این هوایی روان میکنه، باز اونجا که رفتی پیوند خانواده کو که ما باست بیایم. این شوهر که میایه 5 ماه 6 ماه تر میشه، این زن کم 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 تماسا و رابطه قطع میکنه. گفتم داستانایی که به شما میگم اینا داستانا خیالی نیست. من یک خبرنگارم، من یک مشاور حقوقیم، من قرار نیست که بیام احساساتی نیستم که بیام اینجا چیزی بگم که باز سوار روز ثابت کنه نتونم که خدای نخواسته کسی علیه شکایت کنه یا من جوابی نداشته باشم. نو 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 نو. من تا تمام داستان برای من ثابت نشه، عکس‌ها، ویدیوها، چت‌ها، طرفین نبینم، نمیام اینجا به شما بگم. این آقای بیچاره خد یک بچه خو به یونان میشینه، خانم خو 2 تا بچه خو روان میکنه به آلمان. اوی با پولی که داره چون میگه تو برو باز برای من روان کو، باز منو به پیوند خانواده بخوای. این خانم رو هم به زودی برای شما افشا میکنم با تمام ثبوت و سناید، چون اول قرار است کنم خودش گپ بزنم اگر حاضر نشه که آدم شه. شوهره بیچاره میبینه کم 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 این خانم ارتباطات خود از قطع میکنه، بالاخره مجبور میشه شوهر خودش بخزه چری گم شد، چری برفت، چری مر بلاک کرد، چری خودی میگپ نمیزنه. وقتی که میایه خودش بالاخره پرواز میگیره، دقیق نمیفهم که قوچقی میایه یا قبول میشه، میایه و پیدا میکنه و که میره میبینه وقت خانومه ازدواج کرده، رسمی با یک مرد دیگه ازدواج کرده، نکانومی مسجد دارن.